دوستان سلام، میخوام براتون شیرینی کشمشی رو به راحت ترین روش آموزش بدم تا خونه بتونید خودتون برای شیرینی خونگی درست کنید. امیدوارم که خوشتون بیاد و لذت کافی رو برده باشید. همونطور که میبینید روغن قنادی، روغن مایه، پودر قند الک شده رو با دور تند همزن زده تا پفکی و پوک و سفید رنگ بشه. بعد اون 1 عدد تخم مرغ کامل و 1 عدد زرده تخم مرغ اضافه کرده به مدت 10 ثانیه زده و بیشتر از 10 ثانیه نمیزنیم چون پس شیرینیامون حالت پفی به خودش میگیره و کوکی مانند میشه که اصلا ظاهر زیبایی نخواهد داشت. بعد اون آرد رو تو چند مرحله الک میکنیم و به کمک لیسک حالت دورانی پرتاب همش میزنیم. بعد اون کشمشمون رو اضافه میکنیم و چند بار زیر و رو کرده. بعد به حالت اسکوب یا پایپ با قیف روی کاغذ روغنی توی سینی پایپ میکنیم یا با اسکوب بستنی یا کمک 2 تا قاشق و داخل فر از قبل گرم